از ما دکتر سابقا نیت ما میشه قسم که شعار باران رحمت است، لبخند بر لبان هموطنان مستمند ماست. همین اتاقای را که شما انشاءالله دوستان در تصویر میبینین، همین هم شیره بر زیاد دادن دیگه. انشاءالله ببینیم میریم در داخل اتاق همراه با این فامیل. دوستان عزیز، یا مگیمت بزرگ میخواه، همچون از فامیلای قرار دارن که خودشان مشکلات زندگیشان بسیار زیاد است، اما قلب بزرگ دارن، نیت خیر دارن، به این فامیلا کمک میکنن دیگه. قلب باز داشتن، نیت خیر داشتن نصیب خیلی از انسانای کم میشه، خصوصا این خواهر عزیز ما که این فامیل پیدا کردن، قسمی که شما دیدین با چی مشکلات سردچار هستن و باز هم برشان همکاری میکنن در حالتی که خودشان مشکلات دارن. بیفشان قطره اشک که من هستم خریدارش، بیاور قطره اخلاص. السلام علیکم و رحمت الله دوستان بی‌نهایت مهربان. در سلسله کمک های بنیاد خیری باران رحمت امروز همراه با دکتر صاحب بزرگوار آمدیم. یکی از فامیلا را سروی کردیم که خیلی مشکلات دارند، حتی بعض از اطفالشان به گفته دکتر صاحب معیوب هستن. میریم انشاءالله در برنامه میبینیم، سعی کنیم مشکلاتشان خیلی زیاد است. دکتر صاحب بزرگوارم به زحمت ساختیم تا اینجا که ما سرگردان شدن. انشاءالله که شما در ویدیو بقیه برنامه رو ببینید. دکتر صاحب زحمت ها رو ببخشید بسیار زیاد. چه خوردی روزی امروز ما را شکر نعمت کن، غم فردا مخور هرگز که فردا خوردنت با من. الله اکبر. حالتان خوب است؟ صحتان خوب است؟ بخیر است انشاءالله. دوستای عزیز، قسمی که شما در تصویر میبینید امروز از طریق دکتر صاحب بزرگوار همین همشیره برای ما پول ارتباطی شده و خودی همشیره دمی اتاق که زندگی میکنه. یکی از اتاقها را که انشاءالله در تصویر میبینیم یا برای فامیل به طور رایگان همت داده یا خداوند یارم داشت. میشه خواهر در مورد فامیل بگیم که مشکلاتشان بسیار بیچاره بودم، هیچ کس ندارم. این نمی باید که من دکم عقیده کرد میلی خدا اینجا پیداش مرا بودم که اینجا انداخت خدمت کنم. بسیار خداوند اجر نصیب کنه. این میشه کیده این خود دونه خود دونه بسیار بیچاره خدا خیلی داره کنه اونو از جوه شاید نکردم اونو برسونم اونو پسون کردم میتونیم. همین اتاقای را که شما انشاءالله دوستان در تصویر میبینید همین هم شیره بر زیاد دادن دیگه. انشاءالله ببینیم میریم در داخل اتاق همراه با این فامیل. در تصویر شما میبینید مصاحبه میکنیم دیگه. توکل ما شما به خدا بفرمایید. بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من. الله اکبر الله اکبر الله اکبر. دوستای عزیز، ما در داخل اتاق آمدیم پیش مادر عزیز ما. اگر شما در تصویر میبینید تفلکشان هم معیوب است، خودشان هم فکر کنم معیوب است، مشکلات مریضی خودشان هم زیاد است. دیگه دکتر صاحب آمده همراه فامیل پیش از پیش به تماس بودیم. ما این فامیل سروی کرده دیگه. انشاءالله از طریق کسایی که کمک کرده ما برشان پول ارتباطی شدیم تا همکاری کنیم. دیگه دکتر صاحب میشه خودتون چیز بگی و فامیل چطور است روز و روزگار زندگیشان؟ آخر از همه احترامات تقدیمی دارم. جهان سپاس از دوستایی که ما را همکاری میکنن و زمین از زیر مساعد میسازه که ما به یک مسلمان و بیچاره چند وقت قبل آمدم که رای آمد که خانه بسیار بی‌خبر خودشان نمی‌بینیم که حالتش خراب است و دیگه چیزی که کمک برایشان میکنیم دیگه ببینیم که چه خوراکی خیلی صدقه در موږ لکه کمک تاسو ته راوړی ده. څو ورځې مخکې م راغلی وم، هغه تاسې ماشوم بیچاره وفات شوی مړ شوی، څه کمک هم درته راوړی چې هغه تاسې ته درکړو. حالت دې څنګه ده؟ د ژوند حال دې څنګه ده اوس؟ ښه ته څنګه مریضي دې ښه ده؟ ښه یې؟
بده هر حالت شکر باشه منگه در سره است تو زری به هر بیا براش منگه ستش تا کمک برسه و سیده دوستای عزیز، یکی از خواهرای ما که همکاری میکنه به این فامیل نیاز، یکی از خواهرای عزیز ما که به این فامیل کمک کرده تا یکی از این اتاقایی که در کنار اولی در یک کنج است یه برشان داده. دیگه مشکلات مادر عزیز ما فکر کنم که یکم تو مشکلات داره، حتی صحیح گپ زدم ما تا جایی که میبینیم دکتر صاحب نمیتونه. دیگه این خواهر عزیز پول ارتباطی شده بر ما میشه در مورد این فامیل محترم یا این فامیل نیازمند از این خواهر عزیز پرسان بکنیم. خواهر عزیز خداوند شما را اجر دارایی نصیب بکنه. تشکر از این که شما با این فامیل کمک کردین تا یکی از اتاقایتان برشان به طور رایگان دادین تا زندگی بکنه. میشه در مورد مشکلاتشان بگین؟ یا از کجا پیدا کردین؟ در کجا بودن؟ من نبرو اومدم یعنی 2 سال پیش میگم خانه پدرم میرفتم که باقران دارایی سرگردان میگشتشم کشوری اونا رو سلام علیکم چرا بابا گفتم چیده مرا بچه کشیده مرا بسندرانش مرا کشیده اما بسیار یک بیچاره است بسیاری آورد گفتم بری دارایی نمیده بری پیش میده خانه این سال 2 مال دیگه نمیاد هیچ چیز ندارن میدم خدا نمیموسیم این بابا نمیده یا میداره هیچ چیز ندارن یکم تو هستم مرزای خدا میگم پروردگار شما رو جان جور بسه پروردگارم کتم که شما رو چی میکنه خداوند این دنیا و دنیا کنه گل گلزار کنه بسیار بیچاره هستم یعنی عزیز بسیار برای دیر موفق شد. بسیار خوب، تشکر از شما مادر خانم. دیگه خداوند انشالله که بر شما خیر نصیب میکنه، چرا دست یک هموطن ما را گرفتن و خصوصا همچه از فامیلایی که واقعا ضرورت دارن یک پاداش بزرگ دارن. حتما خداوند پاداش زیر هم این دنیا هم در دنیا براتون میده. باز زمین غذا وقتی که چای صبح و نان چاشت یا غذای شب یه طبعا شما برشون حتما تیار میکنید. غیر پاکستان که پلاستیک رو ساندی مقصد یاره بگیری بره خود اصلا نماندی میشن خودم کلاه میگو کن به خدا باور کنید مقصد یاره بسیم خیر دنیا تیر میشه بسیار بیچاره. دوستان عزیز یا مگیمت بزرگ میخواید همچون از فامیلای قرار دارن که خودشان مشکلات زندگیشان بسیار زیاد است اما قلب بزرگ دارن، نیت خیر دارن، به این فامیلا کمک میکنن. دیگه قلب باز داشتن، نیت خیر داشتن نصیب خیلی از انسان‌های کم میشه. خصوصا این خواهر عزیز ما که این فامیل پیدا کردن، قسمی که شما دیدین با چی مشکلات سردچار هستن و بازم برشان همکاری میکنن در حالتی که خودشان مشکلات دارن، مشکلات خودشان حتی به سوختن چیز نداره اما بازم همین مشکلات در گردن گرفته به این فامیل محترم کمک میکنه. خواهرت قند خوب هستی تو؟ صحتت خوب است؟ چند سال هستی قند لالایی؟ چند سال هستی نیفهمی؟ مکتب میخوانی؟ تو کله نده 7 ساله است. بسیار خوب. پدرک زنده است بچه؟ چیز کار میکنه؟ چی کار میکنه؟ دکتر غریبی ایش برش کار یافت نمیشه. خب غریبی رفته برش کار پیدا نمیشه. دیگه بازم پدرشان زحمت خدا میکشه، ریش سفید از بیچاره. دست نمیگیریش برای خود. بله بله. از خدا میشه شما میشه برادری زیاد خبرش باشه. حتما انشالله. دوستا حتما در برنامه های بعدی همچون این فامیل انشالله که در نظر میگیریم حتما شما هم ازتان توجه میکنیم. خواهش بزرگ ما شما می است. واقعا قسمی که ما در خانه فامیل آمدیم بسیار مستحق هستند. شما در تصویر میبینید مشکلات خانه را سعی کنین، سر و وضع خانه را سعی کنین، مشکلات بسیار زیاد است. دیگه بازم از همتان خواهش میکنیم تا توجه بیشتر به این فامیل داشته باشین تا این اطفالشان که مریض است و اطفالکشان معیوب است، خود مادر مشکلات داره، معیوب هم است، حتی صحیح صحبت کردن نمیتونه، فقط این طفلکشان از فکر کنم همی 2 دانه طفل داره و همچنان قسمی که دکتر صاحب بزرگوار گفت تقریبا 3-4 روز یا 1 هفته پیش یکی از اطفال زیاد فوت کرده بود. دیگه با دکتر صاحب همراهشان مشرف شدن، آوردن ما را از این فامیل سروی کردیم. انشالله که فامیل واقعا نیازمند هستند. دیگه دکتر صاحب شما هم زحمت‌ها رو ببخشید، بسیار به زحمت شدین.
ما یک چیزی به می دوستا و مسلمانان عزیز بگویم که همشهری ما قابل افتخار است که در این حالت که اقتصاد خودش هم صفر است و این کمک میکنه یک اتاق به این تفلکا داده و این کمک میکنه یا نان یا کم یا زیاد. و یک تقاضای ما از دوستای بزرگوارای ما است که اگر ما دست به دست بدهیم هیچ وقت در وطن ما یک کسی غریب نمیماند. یعنی همشیره یک افتخار ماست و اگر به می شکل می همشیره که کمک در کل تمام ما کمک کنیم هیچ وقت احتیاج نمیشه. باز هم از شما هم تشکر میکنم یک چیزی که کمک بر شما آوردیم انشالله که بعدا هم برشان میریم ببینیم دیگه. تشکر. از ما دکتر سابقا نیت ما میشه قسم که شعار باران رحمت است لبخند بر لبان هموطنان مستمند ماست. ما کوشش میکنیم که می اطفال می فامیلایی که ضرورت زیاد داشته باشند کوشش میکنیم که حداقل با یک چند روز در لبایز یا خنده داشته باشیم. گرچه پول را که ما برزی فامیلا کمک میکنیم فکر نمیکنم پول زیاد باشه که توسط می پولی که است یک در روز 15 روز زندگیشان میچله. اما دوستا خواهش میکنیم که این فامیلا را کمک زیاد بکنن چون پاداش زیر خداوند هم در این دنیا هم و اون دنیا و تمام کسا میتن انشاءالله کسایی که همکاری کنن و ما کسایی هستیم که فقط پول ارتباطی هستیم به این اندازه هموطنای ما را که کمک میکنیم خوشحال میشیم. یعنی واقعا ما بسیار خوش میشیم و این کسایی که کمک میکنین پس شما ببینین شمایی که پول مصرف میکنین شمایی که واقعا پیسه برای اطفال برای فامیلا روان میکنین پس طبعا دیگه شما از ما کرده که ما فقط پول ارتباطی شدیم برای پول میرسونیم شاید شما بیشتر خوشحال شوید دیگه. خداوند موفق داشته باشه همه شما را دوستای عزیز. این فامیل گرانبها را وقتشان نمیگیریم. از طریق بنیاد خیری باران رحمت دوستا در نظر گرفتن پول نقد برشان همکاری کردن. انشالله ما این پول برشان میتیم و در برنامه های بعدی هم انشالله حتما در نظر می داشته باشیم تا بتانیم این فامیل از این مشکلات به خیر و به خوبی خلاص شود. مادر قند اینی پول است از طریق بنیاد باران رحمت براتان همکاری شده دیگه از این استفاده کنین دیگه خداوند این برکت برته تا بتانین از این طریق دردتان درمان بکنین. در برنامه بعدی هم انشالله حتما ما پیشتان میم شما تشویش نکنید. خب دا پیسې وخت مونږ انشاءالله بیا هم روزو تا تنها مونږ نه پرېږدو. الحمدلله مسلمانان دوستان شته دي هغه څه کومک چې کوو مونږ تاسو ته بیا هم رسوو. دا د یو څو ورځې لپاره خو بیا نور هم کومک درسره کوو او مونږ به د خپل د کلینیک ادرس هم درکړو شماره هم درکړو که چیرې دوا یا ضرورت شی و دوا ته مونږ ټول تاسې تداوي مکمل رایګانه. صحیح ده؟ اوس خوشحاله شوې؟ باید چې دې ما سره څه کوم کې خدای دې به امین کې الله دې غني ولي امین هغه چا چې کومک هم کړی هغوی ته هم دعا وکړه الله دې امین خوراک قند خوراک قند کسایی که برتان همکاری کرد ازشان خوش شدی؟ تشکری میکنی ازشان؟ یک تشکری که ازشان سعی کسین کمره یک تشکری که ازشان؟ تشکر آفرین دیگه. وقت شما رو نمیگیریم دوستای عزیز. امید داریم که از برنامه امروز ما شما توجهی بیشتر داشته باشین و از برنامه امروز که ما در نظر داشتیم با دکتر صاحب بزرگوار شما بتونین ویدیوهای ما را شیر بکنین تا هموطنان ما ویدیوها را بیشتر ببینن و به همچون فامیلایی که نیازمند هستن دست به دست بتیم افغانستان از بعض مشکلاتی که خصوصا فقر بیچارگی است نجات بتیم. اگر یک فامیل من کمک بکنم یک فامیل فرض مثال دکتر صاحب قسم کی خواهر بزرگوار همکاری میکنن و میمانند فکر کنین کسایی که در بیرون افغانستان هستن یا داخل افغانستان هستن همکاری کنن انشاءالله که در افغانستان روز شود که ما شما هیچ فقیری نبینیم دیگه. پاداش خداوند نصیب همتان بکنه. در اخیرم بازم تشکری میکنیم از کسایی که از طریق بنیاد خیری باران رحمت همیشه همکاری میکنن. سپاسگزارتان است مردم افغانستان. در آخر اگر دکتر صاحب بزرگوار که گفتنی نداشته باشه
زنده و سلامت باشید. فقط گفتنین و ما شما باید دست برسید انشالله که بچه رو نمیم قسمی که قبلا یاد کردیم که همیشه در قابل افتخار همین شکل اگه ما کمک کنیم انشالله فکر نابود میشه. پیروز و کامگار باشین، اوقات خوش داشته باشین. خداوند نگهدار همتان. الله أكبر 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله. بنیاد خیریه باران رحمت، آورنده لبخند در لبان مستمندان.